خداوند در سوره نحل انسان را به تفکر در زندگی زنبور عسل دعوت می کند. این حشره کوچک که در قرآن کریم به عنوان یکی از شگفتی‌های خلقت یاد شده است، زندگی پر رمز و رازی دارد که شایسته ذکر در قرآن کریم و حتی نازل شدن سوره به نام آن گردیده است. خداوند در آیات 68 و 69 سوره نحل ظرافت خلقت خود را در وجود این حشره کوچک به رخ بندگان خود می‌کشد. در میان میلیون‌ها گونه جانوری در جهان نام زنبور عسل در قرآن به عنوان نام یک سوره آمده است، به طوری که خداوند انسان را به تفکر و تعقل در زندگی این حشره کوچک دعوت می‌کند. زنبورهای عسل در کندوها به صورت دسته جمعی در گروه‌های 20 تا 60,000 تایی زندگی می‌کنند. در هر کندو یک زنبور ملکه وجود دارد و تعدادی زنبور نر که وظیفه جفتگیری را بر عهده دارند و بجز جفتگیری و خوردن کار دیگری انجام نمی‌دهند. اما زنبوران کارگر که ماده هم هستند مسئولیت اصلی را بر عهده دارند. زنبورهای عسل با سرعت 24 کیلومتر در ساعت در جستجوی شهد و گرده گیاهان سفر می‌کنند. آنها در هر بار خروج از کندو به 50 تا 100 گل سر می‌زنند. زنبورهای عسل 220 بار در ثانیه بال می‌زنند و در نتیجه صدای وزوز تولید می‌کنند. به طور میانگین روزی 10 مرتبه برای جمع‌آوری شهد و گردافشانی کندو را ترک می‌کنند. زنبورهای عسل برای تهیه 450 گرم عسل از 2 میلیون گل شهد جمع می‌کنند. زنبورهای کارگر بین 6 تا 8 هفته عمر می‌کنند و در این مدت مسافتی معادل 1.5 برابر محیط کره زمین را طی می‌کنند. یک زنبور در طول عمر خود به اندازه یک لوبیا عسل تولید می‌کند. زنبورهای عسل نمیخوابند و در عوض شبها بدون حرکت باقی میمانند تا برای فعالیت‌های روز بعد انرژی ذخیره کنند. یکی از شگفتی‌های زنبور عسل این است که آنها هم زهر تولید می‌کنند و هم عسل. از زهر آنها برای درمان آرتروز و فشار خون بالا استفاده می‌شود. فواید زنبور عسل تنها به تولید عسل ختم نمی‌شود و در زندگی بشر نقش اساسی دارد، به طوری که در 70% کشاورزی‌های جهان نقش دارند و عمل گردافشانی را انجام می‌دهند. خداوند در آیات 68 و 69 سوره نحل می‌فرماید: و پروردگار تو به زنبور عسل وحی نمود که از کوه‌ها و درختان و داربست‌هایی که مردم می‌سازند خانه‌هایی برگزین، سپس از تمام ثمرات بخور و راه‌هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده است به راحتی بپیما. از درون شکم آنها نوشیدنی با رنگ‌های مختلف خارج می‌شود که در آن شفا برای مردم است. به یقین در این امر نشانه روشنی است برای جمعیتی که می‌اندیشند. طبق آیه 68 سوره نحل، وحی به مفهوم الغای یک رفتار غریزی برای جانداران نیز میتواند باشد. لذا کدهای موجود در رشته‌های DNA که رفتار جانداران در آن تعیین شده نوعی وحی است. کلمه وحی در قرآن مجید به معانی مختلفی به کار رفته است، از جمله وحی نبوت است که در قرآن زیاد از آن یاد شده است. همچنین وحی به معنای الهام نیز به کار رفته است. مثلا در سوره قصص آیه 7 خداوند می‌فرماید ما به مادر موسی الهام کردیم. اما در مورد زنبور عسل وحی به معنای الهام ناآگاه و غریزی است. اما این سوال پیش می‌آید که آیا الهام غریزی مخصوص زنبوران است؟ الهام غریزی منحصر به زنبوران عسل نیست و در همه حیوانات وجود دارد. اما چرا کلمه وحی برای زنبور عسل آمده است؟ پاسخ روشن است. زنبورهای عسل در طول هزاران سال گذشته فواید بسیاری برای انسان داشتند، اما در چند سال اخیر که دانشمندان به تحقیق و بررسی زندگی این حشره پرداختند، ثابت شده است که این حشره شگفت‌انگیز آنچنان تمدن و زندگی شگفت‌انگیزی دارد که از جهات زیادی بر تمدن انسان و زندگی اجتماعی او پیشی گرفته است. قرآن به طرز اعجازآمیزی با کلمه وحی به این موضوع اشاره کرده است تا این واقعیت را روشن سازد که زندگی زنبوران عسل را هرگز نباید با انعام و چهارپایان و مانند آنها مقایسه کرد و همین انگیزه‌ای باشد تا به درون جهان اسرارآمیز این حشره عجیب گام بگذاریم و با عظمت و قدرت پروردگارش آشنا شویم. پژوهشگران علوم قرآنی اخیراً پرده از رازی در این آیه برداشتند که انسان را متحیر می‌سازد و آن اینکه در تمام حیوانات تعداد کروموزوم‌های حیوان نر و ماده برابر است و زنبور عسل تنها حیوانی است که ساختار کروموزومی آن با سایر حیوانات متفاوت است، زیرا زنبور ماده 16 جفت کروموزوم دارد در حالی که زنبور نر 16 تک کروموزوم دارد. و جالبتر این که 16مین سوره قرآن به نام زنبور عسل نامگذاری شده است. اگر به آیه 68
28 سوره نحل دقت کنیم می‌بینیم که این آیه دارای 16 کلمه است. اعجاز دیگری که در این دو آیه نهفته شده است پاسخ به سؤال مذکر یا مؤنث بودن زنبور کارگره. اگه با دقت به این دو آیه نگاه کنیم می‌بینیم که خداوند از فعل مؤنث برای زنبوری که خانه‌اش را برای جمع آوری غذا ترک می‌کند استفاده کرده است. به عبارت دیگر زنبور کارگر یا زنبور سرباز مؤنث است. در حالی که تحقیقات دانشمندان در سالهای اخیر به این نتیجه رسیده است، قرآن کریم 1400 سال قبل پرده از این حقیقت برداشته است. تا به حال به خانه‌های زنبور عسل دقت کرده اید؟ احتمالاً متوجه شده اید که آنها خانه‌هایشان را به صورت 6 ضلعی می‌سازند. اما جالب است بدانید در گذشته در این رابطه توضیحات عجیب و غریبی ارائه میشد، اما به تازگی محققان با استفاده از یک شانه زنبور عسل که در مرکز تحقیقاتی در پکن رشد کرده بود و توجه دقیق و عکاسی مستمر از ابتدا تا انتهای ساخت آن دریافتند که در ابتدا زنبور کارگر از زنبور سازنده مومها را دریافت و به صورت دایره‌ای سلول‌هایی را ایجاد می‌کنند. و نکته جالب این که زنبورها با گرم کردن مومها باعث می‌شوند که این استوانه‌ها به صورت مذاب درآیند. زمانی که موم در اثر ذوب شدن شروع به جریان کند، دیوارهای حجره به طور طبیعی سقوط می‌کنند و به شکل 6 گوشه در می‌آیند و به راستی که در آخر آیات 68 و 69 سوره نحل چه زیباست گفتن این جمله که به یقین در این امر نشانه روشنی است برای مردمی که می‌اندیشند.